سالهای پیش خیلی ها 10 مرتبه زیاد است. ما تلفات خیلی کم دیدیم و سبب اصلی همین تلفات کم دیدن یعنی با تکیه به دستاوردهای علمی و آگاهی بشر توانست که روند پهنشوی و دچار شدن به مرگ هم خیلی کم به نظر رسه به عمل آید و این را بینید که یگانه عاملی که امروز توانست در راه آزادی انسان و 2-3 ماه آینده امید هست که تمام دنیا با واکسینه های گوناگونی انستیتوی علمی کشورهای پیش دسترسی یافته و متناسباً علاقه رفتارها و زندگی به شکل پیشتر برگردد. یعنی توانست فقط علم دانش‌های علمی برنده دانش‌های علمی انستیتوی علمی با یچیکه های خود عالمان توانستند که همین مشکلیه برطرف کنند. اکنون ما همین وضعیت حاضره جهانی معاصر بی نبودن واکسینه که یعنی میتواند انسان ارگانیسمش خاصیت مقابلیت نشان دادن به همین ویروس پیدا کند. امروز علاقه این یک چیزی به دسترسی غیر قابل دسترس برای انسان نیست. من چنانه که خودی سازمان بهداشت بین المللی روی خط ویروس هایی که واکسین هایی که به قید گرفت اینا از 120 تا زیاد بودند و در یک فرصتی کوتاه توانستند که همین انستیتوی علمی اول بیواسطه ساختاری بیولوژی همین ویروس ها که اندازه اینها خیلی خوردند. مثلا اگر ما میلیارد تا ویروسی کرونا ویروس گرفته پیهم گذاریم بعد 1 متر میشه، چشم ما دیده نمیتونه. اول ساختاری ژنتیکی همین ویروس معین کردن، یعنی ارگانهای حجیره همین ویروس سیتوپلازم و دیگر معین کردن. بعد از اون با اصول های معاصر الکترونیک کوانتی و اصول های شیمی کوانتی بیوسته نه تنها این انستیتوی این کشور گروهی انستیتوی علمی تمام کشورهای پیشرفته هم با تبادل معلومات بین هم دیگه در یک فرصتی کوتاه هم همین خیلی معلومات به دست آوردن. بعد دوم مکانیزم‌های گوناگونی تیار نمودن واکسینه های پیش گرفتن. مثلا امروز واکسینه که در فدراسیون روسیه، واکسینه که در گروه تحقیقاتی مشترک آلمان و آمریکا، خود آمریکا و واکسینه که ترکو، ایرانی ها، هندوها و دیگر ملت چین و در بریتانیا و دیگر کشورها کار کردن. اینا همش خصوصیت تاثیراتیش به ارگانیسم به ویروس گوناگون است. یکی مثلا میتواند که بیواسطه ایمونی سیستم شما بلند کند که دیگر شما نمیتوانید حس کرده که در ارگانیسم شما حس به اون معنی نیست، دیگر ارگانیسم شما حس کرده نمیتونه. یعنی ویروس تاثیر میرساند، ارگانیسم تاثیری به ناچیز میکنه واکسینه. دویما شما بیواسطه معلومات ژنتیکی که در کد ژنتیکی همین واکسین هست هوای شکلش رو ویران میکنید. شما واکسینه میکنید وقتی که ویروس در اومد فرض کردیم همین واکسینه استفاده برده شما داخل وقتی که به ارگانیسم داخل شد، ویروس هنگام داخل شدن به ارگانیسم شما شکل ژنتیکی همون ویروس از بین ویران میکند و نوعاش گوناگون. مقصد این سخنها در این است که یعنی همین روزه واکسینه این محصولی کار ذهنی تمام انسانیت است و دانش‌های و متدهای تحقیقاتی و گوناگونی که برای تیار نمودن همین واکسینه استفاده بردن این کاری در روزه این یا اون نفر نیست. این کاری محصولی 100 ساله آخری عالمان که اصولهای گوناگونی اکسپریمنتالی مخصوصا در رفت درک نمودن خاصیت‌های ذره میکروعالم رو استفاده برده به همین واکسینه دسترسی پیدا کردن. و البته امروز بغیر از این خطر ویروسولوژی که کووید 19 بود، بغیر از این دیگر نوعی خطرها نیست. همیشه در انسان همیشه زیر خطر قرار میدهند. خوشبختانه در ساحه داخل شدن سنگپاره ها به اتمسفر زمین هم امروز انسانیت به بسیار چیزها نائل است. فرض کردیم 20 میلیون سال در یکی از شتات های آمریکا یک استروید افتیده
توانست که در یک فرصتی کوتاه با یک ضربه قوی زمین لرزه کلان به وجود آورد و اکوسیستمی نابود کند.